در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده می‌شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. اینا خیال پردازی نیست، یه قصه درازه که سر در آورد از بیراهه. تازه نه خیلی سال عقل و منطق به نفهمی باخته که هنو تومون خوابه. نفهمیده هوشیار نی پاشه، راهش تو دستاشه. عاقل با جاهل فرقش تو درکاشه. دیدگاهش پندار نیکیه که نیست مشتری پیدا و به چشم نمیاد. زهی خیال باطل کلماس خورشه تو این اجبارش. ای عاشق دل دادش رو کن ز مسیر اثباتش. اصرارش اشکال افراطه، اختارش ارعاب بسیاره. گله زمین کرد گوش خلق و با عشق جنین در کمین با چشمانی باز کرده تو پدیدارش دادش. در یقین که وصل باورش به معبود عالم. نمیرم تا وقتی که زندم، فکر نمی کنم که حتی بعد مرگم لال و رام شم. نام و جام و جا و کار و بار و مال دست آخر دست و هیملول حیران سر آخر چه بار ما. نکو سالش بهار پیداست، قررش قره درون رندان. قبطه خلق دار دل هاست، خوابی که از دور نادمه. ای کاش شاهد ظالم و مظلوم تیراش. لاله و زخمی ز خنده تکرار. من دارم پرده برمیدارم از چیزایی که تو جامعه امون سنبا شده و نمیپردازن. چون سفارش ختم کلام آلبوم جنین تو این زمونه و نفسا که اوج خفقان همه رو بیچاره کرده. دنبال بیداریه وجدان بیماریه که نمیدونه درمون دردش تو وجود خودشه. پیداش نمیکنه نمیدوه جوشش نداره. سوار بر مرکب جهمی تازونه میره تو مردابی غرق در لحظه قبل. دست با آسمون تا دم مرگ که حاصل یه عمر نتیجهش به هلاکت رسیدن تو اوج کج فهمی. اینو نمیشه اصلا نصب کرد، نه اینو نمیشه اصلا نصب کرد. بالا بری یا پایین بیاری، جامعه ای را اصلا بالاترش قرآن پهن کنی. مادام که توی اون جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما به لرز وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجنه. تمام چهرش رو با قرآن بپوشون. لجنه. در جامعه ما